رقیبه. به نظرم باید از شامات روم باشه. نم نمک داره از سن عروس گرفتنت میگذره. تا کی فرار؟ تا کی گریز؟ دختر مثل پنجه آفتاب مهیاس، آشنا و شناس. اگه دیده به کفایت باز کنی مهرشم به دلت میافته. اونی که نباید نگو. تو که میدونی. من هیچ نمیدونم. تفره و بهونه هم به کار من نمیاد. چه ایرادی داره ویس؟ بابا ویس مثل خواهر منه. من نمیتونم زنم ببینم. نگاهی به خواست و تمنا بنداز تا بفهمی کی از اهل خونه که از دلدادگی کودکانه شما ندونه. از کودکی تو دامن خواهرت بزرگ شده، الانم مثل قنچه در حال شکفتن میمونه. کافیه چشم باز کنی و ببینی که آفتاب بر طالعش میدرخشه و مثل قرص ماه جلوه میکنه. مال کودکی بود. همه این حرفا بهونه است. مشکل و مسئله تو جای دیگه ایه. شونهاتو گرفتی که مبادا بار تأهل روش بشینه. فراری از زندگی شدی و دلخوش چشم به آسمون دوختن. صبر کن مادر من. چرا قهر میکنی؟ تا طفلی چوب و ترکه و حبس و سرداب و چی؟ اهل شی. حالا بازی با احساسات و اخم و منو چه به عائله. چرا نگاه میکنی؟ زن داری؟ بله. زن داری؟ حجره قشنگ و نیکویی داری. عالمی به علم هیئت و نجوم یا تنها صنعتگری به ساخت ابزار و ادوات؟ نفهمیدم. جواب سوالمو گرفتم. یعنی چه جوابی گرفتی؟ اینها که شباهت به محاسبات زیج داره. انگار هم عالمی به علم هیئت و هم صنعتگری به آلات دقیقه. آره زیجه. چند وقت شروع کردم؟ نامتو نشنفته بودم. قیاس الدین جمشید. میتونم ببینم؟ بی بهره استاد که نبوده ها؟ از کی یاد گرفتی؟ از یه مرد. جامع علوم ذوالحکمتین، دور از قیل و قال، ترک جماعت کرده خدمت خلق. نامش صفدر نیست؟ وصف استادتو خارج سرحدات به فراست شنیدم. میگن بهره ای از علم خواجه نصیر داره و نشونی از شیخ نجم الدین کبرا در عرفان. آره درسته. خودت کی هستی؟ قاضی زاده. شما قاضی زاده؟ قاضی زاده رومی؟ بله. کریم من نیستم. بس.
گفتی سمت سمرقند میری ها؟ کاش از این نسخه‌ای به من میدادی تا همراه هم کنم. شاه اولوق بیگ میرزا جوانی امیرزاده است، ولی دل در گرو و نجوم داره. بیمیل درباره شاها. ولی اگه تو این مشقای من خطی از ذکاوت میبینی پیشکش. سپاس. همه رفتن. کریم کو؟ کاروانت رفت. خدا نگهدار. خدا حافظ. نهار نخوردیم. جمشید، وعده کردیم شب به پاس نرسیده با سیدلی حرف تو و ویسو بزنیم. شما دوباره ساز خودتو کوک میکنی مادر من. 100 بار بهت گفتم منو چه به همسری ویس. کسرت میاد؟ کسر چی مادرم؟ کسر چی؟ این که تو میگویی حلال خدا مهیا و لطفش به کام عبد. لطفش به کام عبد؟ چه لطفی به کام عبد؟ اصلا مرد علمی رو چه به زن و عائله؟ ها؟ زن مزاحمه، مردشو فهم نمیکنه. بی حیایی تو سرشتته. گفتم از آب و گل در اومدی، عقلت پخته شده. خشت خام تو آب موندی که استقامت زندگی نداری. حیف از اون طاووس. گریه نکن مادر من، گریه نکن. جان جمشید گریه نکن. جز مهر و صلاح تو نمیخوام. مرد علمی اگه مرد باشه چه دخلی به حرمش داره؟ بی حرف باشه، بی حرف. اصلا هر چه تو بگوی، هر چه تو گفتی. ها؟ میدونم خیر صلاح هم میخوای مادر من. این مروارید نقلتون باشه. گریه نکنی. دست به سینه، پیشانی گشاد، پا در رکاب. پس قبای نو بپوش و دستار نو ببر. مردم دارن تو تب واگیر میسوزن، شما تو فکر بساط طربین. خواستگاری ازدواج محلی نداره. به خورشید پیغام بده بگو باشه برای بعد. اینجا چی کار میکنی؟ منو بگو فکر کردم اشتباه میگم. میدونی ببینن چی میشه؟ صفتر منو فرستاده دنبالت. چیزی شده؟ یارا مریضن، تبدار و بیتاب. خدا چطوره؟ شکر خدا سلامته. بمون من موینم صدا کنم. کار کردید اینطور شدی؟ کاری نکردی. به فرمان صفتر آذوقه به نشوندارا رسوندید. فقط کوزه توییمونو از قنات شهر پر کردیم که در صحرا بی آب نمونیم. همه نوشیدین؟ چاره ای نداشتیم. آی خدای من، آی مردم، آی خدای من. نمیدونم این دیگه چه مصیبتی. لا اله الا الله. نه ننوش. برای شماست. هنوز نمیدونیم کدوم آب آلوده است. کوزه‌ای که از آب قنات پر کردین کجاست؟ گمونم اینه ولی خالیه. چی شد؟ نگرانم. اگه مطبقه نباشه و وبا باشه چی؟
البسه همه اینا رو میسوزونیم، بقیه تنپوشان هم تو دیگه آب میجوشونیم. دست به جنبونید. بده بینم اونا رو بگی اونا رو بده. اینا که بی هیچ حرفی تمام و کمال مال منه. جخ انوبه پیش یه خورده حسابی تا 100 مونده. حکمونیه که شما میفرمایید. دسته من به تصدق امنیت امیر دست به تیغه. بس هم و شرکه دفعه پیش و تمام و کمال رد کن. بر ذمه منه تا آخرین نخود. دل سهرا یه روشنایی میبینم. و بعید میدونم قافله از زیر سیبیل ما قصر رفته باشه. آتیش غریبیه. این آتیش بیتوته کاروان قافله نیست. پیدا کردم. چیو؟ گنجی که هزارون اشرفی میارزه. از این بنوش، تلخه اما کار آمد و کاری. به نام او بنوش که شفاست. کاکل ساختی برای زیر بینی؟ خیلی وقت حاضر. جمشید! مراقب باش! جمشید! بشو بپوشو! سرسر کنید ما از پسشون برمیایم. حرکت نکنید برید. برو دیگه. این دوتا رو نذاری پناز کنن. هیچکی از اینجا زنده بیرون نمیده. بکن بخوری. نذارید فرار کنن. دست به جنبونید تنلشو بگیرینشون. بیا! آقا جان! خورشید آقا کجاست؟ نیمه شب خاتون پیش فرستاد. پسر خاتون هم گرفتار تب شده و ناخوش احوال. داروغه دیده. خب علت سبب بیماری چیه؟ همون که به تن رنجور مردم شهره. درمان دست تو دست گذاشتی؟ کاری بکن. یقین ندارم، لیکن علائم مطبقه است. در بلاد دیگه بهش میگن حسبه. علاجش سخت و دشواره. حسبه؟ جمشید بوشیر محمد حضرت حاکم، ملازم پشت اندرونه ایستاده و میگه غیاث‌الدین پسر طبیب قصد دیدار پدرشو داره. بگو به کار تیماره. حضرت حاکم، حتما پیش آمده مهمی رخ داده که به سراغ من اومده. رخصت بدید به سرعت بر بگردم. برو. بله. زود برگرد. تو حتم داری؟ شک نکن آقا،
معینم اونجا بود، با من بود. من از تبکم زدم میشه. معین چی؟ بگم اونم گل کار در چنبره آب اسیره. آب آلوده است. مادامی که پاکیزگی حاصل نشه، شرب آب قنات قدیم باید قدغن بشه. مگه میشه یه شهر یه قنات آقا مردم از مرض هلاک شن یا از تشنگی؟ تو که به کار سماوات و افلاک حاذقی، هیچ نشونی از بارون تو آسمون میبینی؟ با این باکرگی صحرا بعید میبینم. اگه علم من محاله. علم و تدبیر رو رها کن پسرم. دست به صاحب دارایی بلند کن. به تدبیر نماز بارون باش تا آب نو بشه و فضولات و قاعدو بشوره. تا نگفتم نه به کسی آب میدید نه غذا. به به چه مجرم خوشتینتی، با پای خودش اومده دارالحکومه. خوبه. چه جای تردید که این جوون و یکی دیگه از یاراش دوش در حلقه یاران صفدر بودن. این یکی سینه به سینه شمشیر آخته میچرخوند. افسوس که در سیاهی شب چهره اون دیگری رو خوب ندیدم. حضرت حاکم، چه بهتر از این انبان و اسبابش که در میانه کارزار نهاد و در دل شب گریخت. پدر پسر رو ببند کنید، در دیوار دوستاشون به سیاهچال بندازید تا وقت عقوبتشون برسه. مردم در این مصیبت به ما محتاجن. اگر این مجازات به حقم باشه وقت بسیاره، دیر نمیشه. حکیم، چرا اینجا ایستاده ای؟ به سوال و جواب تا به پسرم دم به دم بیشتر میشه. اینجا چه خبره؟ ما فقیر بیچاره ها سکه‌ای نداریم که به حکیم بدیم. خلوتگاه حاکم سفره پرشام داره. آروم آروم به خوردش بده، نمک به حروم. معین، با مریض مدارا کن. بگم اونم راه گریزی نیست. مطمئنم داروغ منو قیاس کامل دید. نفوس بد نزن مادر، به کار مردم برس. رنگ پریده ای مادر، حالت خوبه؟ خوبم، من خوبم مادر. گل ختمی میخوام به جهت تنقیه. به سربازها دستور بدید راهها به قناتو ببندن و میراب‌ها هم در کار زود دادن آب از مجرای دارالحکومه باشن. شنیدی؟ کم به جنبون. تا هر زمان که بخواهید شاکر در رکاب شماست. جمشید رو آزاد کنید تا به همراه نوه‌ام معین الدین به داد مردم کوی و برزن برسن. تا هر زمان که بخواهید من در ید شما هستم. این تقاضای یک طبیبه برای مردم رنجور شهری که شما حاکمشید. هی ستاره باشی، دعا کن که پسر حاکم نمیره، چون اون وقت هم تو هم پدرت مشتری تیغ منی. اما اگه نمیره فقط تو قربونی خیانت میشی. راستی اون یه نفر دیگه کی بود؟ این همه موقع بود، نه کم نه بیش. دست نگرده مادرم. این مرض از همین آب به جون مردم افتاده. آبو بذارید قل شه. عفو کنید آقا، اگه پدرم نکرده بود با این حال ناخوشتون مزاحم نمی‌شدم. از اون چه گفتی تردید ندارم که نماز لازمه، لکن این تن نحیف و لاجون من تاب نداره. هر دم که فرو میدم به بازم امیدوار نیستم. آخه این جماعت مریض به امامت شما محتاجن آقا. این حرف از شما بعیده. هر کس ندونه شما عارفید به وجود مرد بزرگی که
در همه این سالهای پر التهاب یاور جماعت فرودست بود. دست به سوی اون دراز کنید که اسلحه میدونم عباداره، اما شما میتونین رضایت اون رو جلب کنید. برین. گوش بدید، روز به نیمه نرسیده هومه شهر به امامت صفدر به نماز بارون میستید. نیت کنید. شنیدید شما؟ آب قنات آلوده است. تا این آب پاک نشه این مرض از این شهر نمیره. باید بارون بیاد. نیت کنید تو رو خدا. جانم چی شد؟ مادر نه خوبه. رنگ و رود پریده مادر. خوبی؟ خستم. نیت کن مادر، نیت کن. به نماز بارون میستیم. آب قنات شهر از آلودگی پاک بشه. خبردار بی خبر رو مطلع کنه. هیچ میدونی از من چی میخوای؟ آره آقا میدونم. این قبا به تن صفدر زار میزنه. خلق خدا رو مرگ و خرافه داره تو باطلاق میکشه. دومی هم کشنده تر. شما که میدونی. دست در میکنم. نوشه جان. آقا من از طرف شما قول دادم. چشم امید این مردم به شماست به خدا. جمشید، صفدر لیاقت این مقامون نداره که دست به استعاذه برداره. آقا شما خودت نبودی میگفتی بنده فقط باید دست بلند کنه؟ دست بلند کن آقا، تو رو خدا دست بلند کن. روز به نیمه نرسیده به نماز بارون میستیم. خبردار بی خبر را مطلع کنه. به امامت کی؟ صفدر. آخر زمان که میگویند کنون است. در روز روشن در کار خدا بدعت میکنند و خلق را مشوش. این مرض و بلا به سبب همین معاصی کبیره است. عقوبت این کار آن است که بر قوم عاد و ثمود رفت. پس به درگاه خدا به که توبه کنید. کجا می روید ای مردم؟ توبه کنید، توبه کنید، توبه. وای بر شما ای مردم، کجا می روید؟
هرگز عملی مرتکب نمیشن که رعیت به اسر و حرج بیفته. بلا به اتمام نرسیده پاسخ این معما رو به کف میارم. حضرت والا شهر را ولوله گرفته است و مردم در کار نماز بارانند. گو که این مهم را علت و نیازی نیست در این موقع. ایمان دارم که کوردران و بدعت گذاران دست بکارند تا دین جماعت به یغما برند. کفر آنجا رسیده است که امامت دوست و رازدانی چون صفتر را می‌طلبند. اجازه بدید به عیادت مهربان میرم. برو. حرف یاوه چون شهد بر زبون مردم جاریه. شیرین اگه اینطور بشه که میگن نه؟ صفتر و طبیب و پسر و نوش هر چهار به یک ضربت. به درک واصل میشن. حضرت حاکم، کلیه افراد با ساز و برگ اکمل در انتظار فرمان شما. گر خاطر همایونی فرصت بده این جماعت ددخور رو به هنگامه معصیت دعای بارون جملگی غافلگیر کن.